من حرفه‌ایم توی تکون دادن سینه. حرفه‌ایمش. Hadi bakalım. Hadi bakalım. تو تاریکی میخوای سینه‌هاتو تکون بدی؟ داری میزنی؟ بچه شما هم صدای مشکوک میشنوی؟ صدای مشکوک میشنوم اینجوری. واقعا داره میزنه. قطعت کنم تو مردم کاری نکردی. عصبانیتتون یه صدای مشکوک میومد. آره شما هم متوجه شدین، منم متوجه شدم. تبریک میگم به هممون که متوجه شدیم. کشف بزرگی کردیم که داریم میزنیم. حالا واسه ما رو نمیخونه که کامنتتو دیدم ولی میاین بالا تکون نمیدین. نمیشه. من اینو باید یکی یادم بده. اینو تموم کرد تو دید. یعنی دار فانی رو ودا گفت یا اینکه کارش تموم شد. بچه من عاشق نوتلا. شما هم از موبایل با عنوان آینه استفاده میکنیم؟ نه عزیزم، یکی بیاد بالا سینه‌هاشو اینجوری تکون بده. شبیه هندیه شد. من یه رگم هندیه نمیدونستی؟ ژلو میشه تخلیه کرد؟ نه عزیزم، آنزیم میتونیم بزنیم از بین بره. برو اون ابروهای پاچه بازی تو درست کن. نمیشه. سوگند باید بیاد برام درست کنه. سوگند